بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد زلمه پیامبر آخر زمان. من یک شخص عادی بودم، امی بودم، ناخوان بودم. با سال 1390 جنگ طاغوتیان بر سر من شروع شد، یک انقلاب بزرگ. من با ایشان تسلیم نشدم، با ایشان مقابله کردم. به تاریخ 1391 یک سال تقریبا گذشت. به 23 ماه مبارک رمضان ساعت 1:30 بیج شب من نشسته بودم، قرآن از رو میخواندم، یعنی تلاوت میکردم، روحانی یاد داشتم. آوازی شنیدم گفت ملک جبرائیل از عرش اعظم آمده، به خدمت رسول اکرم آمده. من رو خود نگاه کردم، تقریبا 1:30 یا 2 متر یا 1:30 متر با من نزدیک بود. من خوب نگاه کردم، به شکل انسانه. خوب متوجه شدم، به نوری تبدیل شد. همین انسان به نور تبدیل شد، دیگه او ندیدم. من بی خود به حالت سجده افتادم. گریه و سوز و گداز و دعا هر چه در ذهن و فکر و قلبم خطور میکرد، از زبانم به گریه و به اشک جاری میشد. به مو حالت بودم که آواز دوباره شنیدم گفت ای بنده ای الله، هر دعایی که کردی پروردگار تو لبیک گفت. دین اسلام به توسط تو به تمام نقطه زمین غالب میگردد. من سر از سجده بالا کردم، نگاه کردم، کسی را ندیدم. از همون حالت روشنی